یه درس عبرت. این اتفاقی که اینجا افتاده دلیلش چی میتونه باشه؟ مثلا چربی داشته یا اینکه از دو نوع رزین استفاده شده. احسن. یه نکته خیلی مهم، اول دقت بکنید که کجا این حباب‌ها تشکیل شده. روی رزین. پس ما کاری با چوب نداریم. پس چوب ما تقریبا میتونیم بگیم ایرادی نداشته. حالا اینجاها به دلیل اینکه شما چربی که مثلا اپراتور بوده، دست چرب بوده زده، یا اینکه اون قسمت با مایعی پاک شده، تمیز کننده پاک شده که چربی ایجاد کرده در کار شما، این اتفاق افتاده. بعد از چه مدت؟ بعد از 3 سال. یعنی از 6 ماه شروع میشه، این حالت خیلی کمه، تورمش آروم آروم افزایش پیدا میکنه. این الان 3 سال از این کار گذشته و به این شدتی که دارید میبینید شده و همچنان هم ادامه خواهد داشت. یه مشکل دیگه، وقتی شما 2 نوع رزین رو روی هم بریزید، سوالی که شما پرسیدید، دقیقا همین حالت پیش میاد، نه به این شدت ولی به این صورت. یعنی به صورت آینه‌ای خودشو نشون میده. این 2 نوع رزین مختلف درست که هر دو تا اپوکسی هستن، ولی به دلیل تفاوت فرمولاسیون این رزین، تفاوت کشش سطحی این رزین، تفاوت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی که این رزین با رزین دیگه شما داره، این خودشو آروم آروم ممکنه هر دو از روی هم دیگه جمع بشن. یکی یه مقداری منقبض بشه، خودشو جمع بکنه روی سطح زیری، این حالت اتفاق بیفته. پس این رو خیلی بهش دقت بکنید که این مشکل هم بسیار محتمل هست. این نه کفترش سنباده نمیتونه کار تمیز در بیاره. این باید یه لایه از روش برداشته بشه. بیایید اینجا هم